اصلا باورم نمیشه که هنوز بلد نیستی یه پاپیون اینجوری واسه خودت بدوزی. بیا که بهت بگم باید چی کار کنیم. به یه مستطیل به اندازه 60 در 18 سانت نیاز داریم که روی هم تا میکنیم و این گوشه بالاش رو میدوزیم. بعد از اون وارو میکنیم و یه اتوی خوب به این شکل که میبینین میزنین، یعنی خط دوخت باید وسط کار باشه. حالا روی همدیگه تا میکنیم و از روی دولای بسته 13 سانت میایم به سمت جلو، خط صافی رو میکشیم و روی اون خط رو باید دوخت بزنیم. دقت کنید که از روی کار هستش. بعد از اینکه دوغ زدیم یه همچین حالتی به دست میاد. همینجوری که میبینید باید قشنگ روی همدیگه تا کنیم و برش گردونیم و این دوتا تیکه هم که باقی مونده به وسط همدیگه برسونیمش و روی هر کدوم دوباره باید دوغ بزنیم. به حرکت دست من دقت کنید و مثل درست کردن باد بزن انجام بدید و با یه نخ محکم فیکسش کنید. حالا برای مرحله بعدی نیاز به یه مربع 33 در 33 سانت نیاز داریم که این دو قسمتش رو میدوزید و قسمت بالاش رو باز میذارید که برش گردونید. وقتی برگردوندید از وسط کار همون تا رو دوباره انجام بدید تا به بالا و دوباره با یه نخ دورش رو فیکس کنید و بعد از این دوباره این دوتا رو به هم دیگه با نخ بپیچید. حالا برای اینکه این قسمت نخ تمیزکاری بشه یه مربع 10 در 10 رو بدوزید، برش گردونید و به طور برعکس روش قرار بدید و این قسمتش رو بدوزید و وقتی دوختید برعکسش کنید که یه پاپیون خیلی خوشگل داشته باشین. توی پیجم کلی آموزش دارم، حتما یه سر بزن و ببینشون.